نمایش پارامتریک یک معادله. ست تمام الهای یک معادله خطی را سولوشن ست میگن بهش، یا ست الها میگن، که وقتی پیدا شوه به اون معادله گفته میشه که اون معادله حل شده. یا وقتی ما ست حل معادله را پیدا کردیم به معنای حل کردن خود معادله حساب میشه. به خاطر از این که ما اینمی ست حل یک معادله خطی را توضیح بدیم، بیشتر اوقات از نمایش پارامتریک اونمو معادله استفاده میشه یا پارامتریک ریپرزنتیشن معادله خطی گفته میشه. خب به سوال زیر دقت کنید. ما یک معادله داریم x1 جمع 2x2 مساوی به 4. چطور میتوانیم که ست حل این معادله را به شکل پارامتریک نمایش بدیم؟ یکی از این متحولا را به یک پارامتر تی تبدیل میکنیم. بعد از او قیمت اونمو متحول ما را با تی تبدیل میکنیم. این میشه نمایش پارامتریک یا ست حل معادله خطی ما. خب در اینجا حالا اگر قیمت تی را هر قیمت بگذاریم، قیمت x1 ما پیدا میشه که به این ترتیب تمام ست حل های این معادله خطی ما به دست می آید. خب به این مثال ها یک بار توجه کنید. خب چطور میتونیم که اینا را توسط نمایش پارامتریک اینا را به دست بیاریم؟ خب 2x اول میریم از سوال هفتم شروع میکنیم، حل میکنیمش. 2x منفی 4y مساوی به 0 است. میره حل میکنیم یا نمایش پارامتریک شبرش ایجاد میکنیم. 2x منفی 4y مساوی به 0. از اینجا اگر ما y مساوی به ای قرار بدیم، پس 2x منفی 4y چون y به تی تبدیل شده، پس اشتباه میکنیم 4t مساوی است به 0. از اینجا وقتی ما هر دو طرف معادله را مثبت 4t بکنیم، ادامه حل معادله ما به این شکل میشه 2x مساوی است و یعنی منفی 4 را به طرف راست معادله انتقال بدیم، میشه 4t و در ادامه نمایش پارامتریک معادله ما است x مساوی است به 4t بر 2. هر دو طرف معادله را تقسیم 2 کردیم. این نمایش پارامتریک معادله ما به دست آمد. خب حالا میایم سوال دومیش میبینیم. 3x منفی 1 بر 2y مساوی به 9 است. چطور میتونیم که معادله پارامتریک از این را پیدا کنیم؟ 3x منفی 1 بر 2y مساوی به 9. اگر y ما به تی تبدیل کنیم، میشه 3x منفی
یک بر دو تی مساوی به 9. در ادامه 3x مساوی است به 9 بر 9. 1 بر 2 تی را به طرف راست معادله انتقال میدیم، میشه مثبت 1 بر 2 تی، که این حل معادله یا نمایش پارامتریک معادله ما رو نشان میده. خب در ادامه x ما مساوی است به خب 9 مثبت 1 بر 2 تی، که شما میتونید بیشتر از این اختصار کنین که حل از این میشه x مساوی و اگر ما مخرج از رو بر 2 بگیریم، قیمت اولی ما میشه 3 و قیمت دومی ما میشه 1 تی بر 6، که اینی معادله ما یک نمایش پارامتریک معادله خطی ما است. سوال بعدیش است x جمع y جمع z مساوی به 1. میایم نمایش پارامتریک که این نوع معادله خطی را چطور میتونیم پیدا کنیم. x جمع y جمع z مساوی به 1. از جایی که تعداد متحول ما بیشتر است، ما میتونیم بیشتر از یک پارامتر استفاده کنیم. اگر y خودم مساوی به قرار بدیم و زید خودم مساوی به پارامتر s قرار بدیم، پس نمایش پارامتریک معادله ما میشه x جمع y به تی تبدیل کردیم، تی را میگذاریم جمع زید ما را به s تبدیل کردیم، s میگذاریم مساوی به 1. در ادامه x ما مساوی است به 1 منفی تی منفی s. اگر در قسمت ازی که شما فکر میکنید که تی چگونه به این طرف معادله انتقال کرد، شما باید درسای الجبر مطالعه کنید که در اونجا شما هر دو طرف معادله را جمع یک قیمت منفی یک قیمت یا ضرب یک قیمت میکنید که در معادله ما کدام تغییر وارد نمیکنه. خب در این است نمایش پارامتریک معادله ما. حالا نوبت شما است. در این قسمت سوالی که در اینجا داده شده را یک بار ویدیو را پاس کنین، حل کنین، بعد از اون جوابش براتان میگذارم. خب جواب سوال شما اگر به شکل باشه، پس جواب سوال شما اگر به شکل باشه، پس جوابتان درست است. x1 مساوی است به 1 مثبت 2 تی منفی 3 s جواب سوال ما باشه، یا نمایش پارامتریک معادله ما می باشه. خب
در این قسمت 2 سوال دیگه هم هست. شما ویدیو رو پاس کنین، این هم حل کنین، جوابش هم خدمتتان تقدیم میکنم. خب اگر جواب سوال اولی شما هم به این شکل است، پس جوابتان درست است. حالا سوال دهم میبینیم. سوال دهم ما ویدیو رو پاس میکنم، حلش بر شما نمایش میکنم، شما حل کنیم و نتیجهتون با حل ما مقایسه کنیم. خب اگر جواب سوال شما به این شکل باشه، پس جوابتون درست است. ای بوده درس نمایش پارامتریک. تا درس بعدی، خدا نگهدار.